سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز 3 سپتامبر همراه شما. شکرجان ظهوروف، رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان در ملاقات با اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهوری نو افغانستان، خواستار گسترش همکاری‌های اقتصادی و سیاسی میان دو کشور شد. در پارلمان تاجیکستان روز 30 سپتامبر بر رادیو آزادی گفتند شکرجان ظهوروف اظهار داشت که بنیاد راه‌های آهن، انتقال نیروی برق از تاجیکستان به افغانستان، ساختمان کارخانه‌های مشترک به مستحکم شدن همکاری‌های دوجانبه مساعدت می‌کنند. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در ملاقات با شکرجان ظهوروف گفته است تاجیکستان یگانه کشور است که در لحظه‌های وزنین و دشوار همیشه در پهلوی مردم افغانستان بود. شکرجان ظهوروف روز 28 سپتامبر برای شرکت در مراسم ادای سوگند رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان به کابل سفر کرد. مقامات کودکستان رقم 1 در شهر دوشنبه میگویند سندهای رسمی 4 طفل نوزاد را درست میکنند که مادرانشان در روسیه از آنها دست کشیدند. مدینه 6 ماهه، زرگل 4 ماهه، انای 10 ماهه و لیلیه تقریبا 8 ماهه هفته گذشته با مساعدت سفارت تاجیکستان در مسکو به دوشنبه فرستاده شدند. نمایندگان کودکستان روز 30 سپتامبر بر رادیو آزادی گفتند بعد از قانونی شدن سندهای این اطفال، افرادی بی فرزند می توانند برای به فرزندخانه گرفتن این کودکان مراجعت کنند. تا چند سال پیش از کودکانشان دست کشیدن مادران جوان تاجیک در روسیه احیانا به نظر می رسید، ولی با بیشتر شدن مهاجرت زنان تاجیک شماره کودکان زنده یتیم زیاد شده است. گزارش کامل را در این باره در وبسایت azadi.org می توانید پیدا کنید. مفتشان دادستانی کل تاجیکستان تحقیق صدمه مرگبار نقلیاتی را شروع کردند که این صدمه با شرکت یاور دادستانی ناحیه اسماعیل سامانی دوشنبه صورت گرفته است. بر طبق گزارش‌ها فیروز خالقزاده روز 28 سپتامبر هنگام اداره ماشین مرسدس نظارت ماشین را از دست داده و زیوربانو پیروی 53 ساله و کوچروب ناحیه را زیر کرده کشته است. نزدیکان این زن روز 30 سپتامبر بر رادیو آزادی گفتند از مقامات انتظامی تاجیکستان تقاضا دارند که گناهکار صدمه را جزای سزاوار بدهند. وزارت کشاورزی تاجیکستان میگوید در طول 8 ماه گذشته در سراسر کشور بیشتر از 73,000 تن انگور جمع آوردند که 7.5% کمتر از همین دوره سال گذشته است. طلبات کم در داخل و نبود تعداد کافی کارخانه‌های کارکرد انگور از جمله کارخانه استحصال شراب ظاهراً از سبب‌های کمتر شدن حاصل انگور در تاجیکستان شده است. در کشور تا سال‌های 1990 در 16 مؤسسه کشاورزی کارخانه‌های کارکرد انگور و استحصال شراب وجود داشت، اما بسیاری از آنها از کار ماندند. متخصصان تاجیک میگویند استحصال و صادرات شراب یکی از منابع خوبی درآمد است و باید این صنعت را ترقی داد، زیرا شرایط تاجیکستان برای پرورش انگور بسیار مساعد است. در شهر دوشنبه در تالار اتحادیه نویسندگان تاجیکستان محفل مولوی خانی برگزار شد. در این محفل اهل ادب و دانشجویان و هواداران اشعار مولانا جلال الدین رومی، یکی از ادیبان برجسته فارسی زبان، شرکت کردند. ادیبان درباره ایجادیات بنظیر رومی سخن گفتند و محفل با قرائت اشعار شاعر گرم شد. آوازخوان‌های تاجیک نیز در این محفل تنها از اشعار مولانا سرودند. در تاجیکستان بعد از سال 2007 روز 30 سپتامبر را روز جلال الدین رومی اعلام کردند. در آن سال زیر سرپرستی سازمان ملل 800مین سال روز مولود شاعر بزرگ در تاجیکستان و افغانستان و ایران و ترکیه و چند کشور اروپایی هم تجلیل شد. و اخبار و گزارش‌های از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.